ورزشکار شناخته‌ای تاجیک موین غفورов بعد از پیروزی 17 خود در فعالیت کسبی از مسابقه‌های سطح بین‌المللی به وطن برگشت. در استقبال او همکاران ما نیز حضور داشتند. موین غفورов ورزشکار شناخته‌ای کشور در رشته محاربه‌های آمیخته باری 17 است که با سر بلند به وطن برمیگردد. او را در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه خویشان و نزدیکان و هوادارانش گرم و صمیمی استقبال گرفتند. خاطر رسان می‌کنیم که موین غفورov در محاربه آخرین خود در دایره تشکیلات واریورز 15 در شهر ابودابی امارات متحده عرب بر نماینده کوستاریکا والتر زامورا دستبالا شد. محاربه آنها دوام 20 دقیقه ادامه کرده. طبق قرار داوران ورزشکار تاجیک با برتری بیشتر امتیازها غالب اعلام گردید. همین طریق در حساب افضلیت موین 17 غلبه ثبت شد. او 3 باخت دارد. خیلی شما شاهد بودین با رقیب خود موین برآمد کرد. خیلی رقیبی قوت بود. ما توی درجه را چی نکرده بودیم که ما 3 راوند جنگ میکنیم. با هر حال ما نقشه داشتیم هر یک راوند چی کار کنیم، چی هر یک راوند بریم. این واریورز یکی از ارگانیزاسیون نو می باشد. بسیار هم اوج گرفته است. ورزشکاری با قوت در اونجا برآمد کرده است که شما مشاهده کنید. در اونجا پرزیدنت UFC هم بود، دانا وایت، که ما با او هم صحبت شدیم که ما پیش نمی‌رویم که در آینده مسئولیتش یکی ممکن کانترکت شود بعد گپش هم میبرد. در آینده ممکن موین غفورov هم در این شرکت برآمد کند. هم یک آبروی دولت است، آبروی ملت است. خیلی حاضرش ده نقشه داشتیم که همین رقابت رو بریدیم. همکنون آمادگی این ورزشکار موفق کشور با محاربه‌های نوبتی در پایتخت کشور